پیشبازی رئال مادرید و منچستر سیتی، جدال سخت این دفعه در هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا. خب همونطور که میدونید بچه ها، این بازی قراره تو برنابو باشه و میدونیم که نسبت به بازیایی که در این اواخر رئال مادرید انجام داد، به شدت میتونه بازی سختی باشه. یه نگاهی اگه بندازیم به آمار، که از 10 بازی اخیر منچستر سیتی تونسته حدودا 5 تا بازیشو ببره و 5 تاش هم واگذار کرده. اما آمار جالبتری که اینجا رئال مادرید گذاشته اینه که در 10 تا بازی اخیر خودش 5 تا بازیشو تونسته ببره، 2 تا بازیشو باخته و 3 تاشو هم مساوی کرده. و چیزی که واقعا نگران کننده است، فرم بد بازیکن‌های رئال مادرید در حال حاضر هست که واقعا حس میکنم که همه رئالیا رو واقعا نگران کرده. واقعا هم خدایی سخته با این وضعیتی که رئال داره، با این خط دفاعی که داره و مخصوصا این وینیسیوس و همینطور والورده که واقعا فرم بدی دارن در حال حاضر. واقعا جای نگران کنندگی رو داره برای رئالیا و برای تقریبا برای همه هواداران رئال مادرید دیگه. این بازی مثل همه بازی هایی که در هر سال دیگه بین این دو تا تیم برگزار میشد قطعا حاشیه های زیادی خواهد داشت، حاشیه هایی که برای هر چیز خواهد بود، مخصوصا دوئل بین کلیان امباپه و ارلینگ هالند که واقعا میتونه جذاب باشه. ولی خب با این وضع تیم رئال مادرید واقعا سخته که بخواد این دوئل رو امباپه ببره. البته که دوئل های قبلیش رو هم تونسته بود ببره و اینو ثابت کرده که میتونه ببره و منتظریم این بار که ببینیم چه اتفاقی میفته. من این بازی رو فقط برای پیش بازی گرفتم و شما میتونید نظراتتون رو با من در اشتراک بذارید. من بعد از بازی حتما نظراتتون رو میخونم. تا ابد، حال مادرید.